زوجان من یک پسری اما دارم صغیره است هم اما وفات کرده است هم وای شوهرش اما ها پسرک 18 ساله شدگی ما خیر ما ایجا مثلا که اولاد هم مکسا پول جمع کرده فقط روانه میکنیم ولی در چیزای نالازمه صرف میکنن مثلا که میرد بازی میکنن هر خیلی تربیت نهاده و همه خیلی کاروچی در چیزای نالازمه صرف میکنن همین خیر کردن خواهرم در این وقت شما خیرتان به چیزای لازمی او رو میخرید و این خیلی آدم ها رو سفیه میگویند به دستش پول نمیدید ولی تو سفهه اموالکم میگد الله کسایی که ویل خرچ هستن یعنی پول میدی اسراف میکنن به دستش پول نمیدی چیزی در کوریش رو میخری این یک دویمش 18 ساله الکی به بلاغت رسیده است و باید خودش کار کند یتیم کودکی که پدرش مرد و به بلاغت نرسیده است و او کمک میکنه و بلاغت رسیده است یا که به سن کار کردن الکی 18 ساله کار میکند پسر بچه در تاجیکستان همش و الکی باید خودش کار کند اما گفتید که نه از دستش کار نمی آید به هر حال دستگیری کنیم در این وقت پول نفرستید چیزهای در کارش خریده دهید چیزهای در کاریش رو دیده خریده دهید نه او دبارو است زنگ میزد که من گرسنه هستم با من پول فرسته نه این ارککی است بگید کار کن پول یاب به اینها میگید کار کن یعنی مرد است این 18 ساله فردا باید عائله دار شود میگید نه گرسنه باشی پول کار کن برو خیز رزق رو الله میدید به امید الله به یگان کار دستند اما پول دید و بازی میکند این الکی از خود از حد رفته است از حد رفته است با ارکه کردن شما بله جزاک الله و یکم